گفتم داش تو خبر داری این فیلم ها رو مثل این که فروختنش با این خارج از تهران پخشه. گفتم داریش خب بالاخره با شریک برای فروختن و گفت به پایین یاری که این خریده خیلی آدم بله ها. گفتم چطور؟ گفت یه فوش میده جداوت میگه خارمادر میگه میزنه آدمو. گفتم که داریوش گفتم که به من میگه چالی و چشاره. گفتم فوش نداد اذیت نگه بدویرا نگه. یه فکر کرد گفت یعنی تو حرف اون قبول میکنی حرف رفیق قبول نمیکنی؟ آقای انتظامی و همچنین گروه علیرغم اینکه خیلی هنرمندای بزرگ به حال سرشناس و اهل ادب و هنر و اینا بودن، ولی در این حال به مسائل مالی هم خیلی زیاد توجه داشتن که همیشه با اون لحن کاسبکارانه خودشون گفتن پس من ما چی شد؟ اونجوری چون همون یه مفتی بازی کنیم من کاریم. آقا بالاخره ما دیگه تو درم الان گوشت شده کیلوی 200 تومن. خودم باور میکنی 200 تومن باید برنگ با همه از کجا بیارم